سلام، به یه قسمت دیگه انگلیسی برای همه فارسی زبونا خوش اومدین. قبل از اینکه بخوام راجع به موضوع امروزمون صحبت کنم بگم که یادتون نره که توی مسابقه پست قبلی شرکت کنین که قرار 5 نفر رو انتخاب کنم و باهاشون جلسه آنلاین تکی در مورد ریدینگ داشته باشیم. پس حتما ویدیوی ریدینگ قسمت 6 رو ببینید. خب توی این قسمت میخوام راجع به تفاوت‌های should, have to, must و تفاوت‌های might و may صحبت کنم. پس حتما تا آخر ویدیو رو ببینید و یادتون نره که سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارین برامون. بزن که بعد از همین بریم سراغ should, have to and must. ببینیم تفاوت‌هاشون چی هستش. من یه جورایی سعی کردم اینا رو به حالت رده‌بندی بذارمشون. یعنی اول از همه رده بایدیشون، اینکه باید یه کاری انجام بدی. should ضعیف‌تر از have to ضعیف‌تر از must. البته که have to و must خیلی به هم نزدیکتر هستن، ولی خب ردشون اینطوریه. should در زمانی استفاده میشه که شما میگی باید یه کاری انجام بدی، ولی بیشتر حالت recommendation داره و recommendation خیلی قوی هم نیست بگی که حالا حتما باید این کار رو بکنی. یک جور نظر خودت رو میگی، نظر شخصی تو میگی، ولی به اون شخص فشار وارد نمی کنی، زور وارد نمی کنی که حتما اون کارو بکنه. مثلا دوست شما میگه که I have a stomachache. I have a stomachache. دلم درد میکنه. I have a stomachache. You should go to the doctors. You should go to the doctors. و اینجا هم منظورم از doctors office هست، یعنی بریم مطب دکتر. You should go to the doctors. و همیشه هم بعد از should, have to و must infinitive verb رو میاریم، یعنی حالت سادش بدون to. یعنی اینکه I have a stomach, you should go to the doctor. نمیگیم she should go because it is a modal verb مثل can, will, would, should. اینها بعدش فعل به صورت ساده بدون to استفاده میشه. پس you should go to the doctors یعنی اینکه این نظرمه، باید بری پیش دکتر. یعنی حالا من نمیخوام زورت کنم بری. بریم سراغ have to یه جورایی یعنی که مجبور این کار انجام بدی، باید این کار بکنی. و گاهی هم نظر شخصیمون به اون نظرمون هست به اون طرف، ولی یک پیشنهاد خیلی قویه. It's the law. You have to stay. It's the law. قانونه. You have to stay. باید بمونی. و این یکی هم همون نظریه است که گفتم. You have to tell him. مثلا یه اتفاق بدی برای کسی میفته و شما خبر دارین و دوستتون میگه که you have to tell him. باید بهش بگی. دارم بهت پیشنهاد میدم، ولی پیشنهادم خیلی قویه، یعنی نظر مطمئنم دارم میگم. You have to tell him. و در مورد must که must توی نوشتن یه جورایی بیشتر استفاده میشه، هرچند که توی گفتن هم میگیم، ولی توی نوشتن در مورد دستورالعمل‌ها و قانون‌های نوشتاری بیشتر استفاده میشه. نمیگم همیشه، ولی بیشتر راجع به instructions و دستورالعمل. You must not use a calculator. نباید از ماشین حساب استفاده کنی. مثلا امتحان ریاضیه و اونجا روی instructions نوشتن You must not use a calculator و این یه قانون دستورالعمل، نباید از ماشین حساب استفاده کنی. نظر شخصی نیست، نباید این کارو کنی، چون اگه این کارو بکنی امتحانتو ازت میگیرن یا بهت نمره نمیدن یا هر چیزی. پس درجه اینها چی بود؟ اول بزن از پایین شروع کنم. should که ضعیف ترینش هست، باید این کارو بکنی، اما نظر شخصی خیلی هم کاری ندارم. have to باید این کارو بکنی، قانونه، نظر خیلی مهمیه. و must که باید این کارو بکنی و یه بلای سرت میاد دیگه. خلاصه خب حالا بریم سراغ تفاوت may و might. اول از همه این که خیلی وقتا پیش میاد که ما گیج میشیم که کدومش رو استفاده کنم، کدومش رو بگم، توی اسپیکینگ یا توی رایتینگ بهتر کدومشه. بعضی وقتا پیش میاد که اینها رو جای هم استفاده میکنن، اما یک شرایطی داره که باید حواسمون باشه اونها رو رعایت کنیم. اولین چیزی که هست در مورد می و مایت این هستش که ما می
توی زمان حال هست، زمان present هست و might توی زمان گذشته هست. بریم مثالش رو ببینیم. I may go there. I may not come. پس I may go there. شاید اونجا برم. I may not come. شاید نیام. ولی برای might she might have decided to go. She might have decided to go. خب که در واقع شاید تصمیم گرفته بوده که بره. ولی من این مثال رو الان نمیخونم برای این لحظه چون که الان به این قسممون مربوط نیست و این یکی مربوط میشه به تفاوت دوم می و مایت و اونم این هستش که وقتی که ما راجع به می صحبت میکنیم منظورمون این هستش که اگه اتفاقی پیش نیاد و اینها حتما میام، احتمالش هست که بیام، احتمالش قویه که بیام. اما وقتی که مایت رو استفاده میکنم توی جمله احتمالم ضعیفه. پس وقتی که می رو میگم احتمالم بالا هست، وقتی که مایت رو میگم احتمالم ضعیفه. یه جمله رو داریم اینجا. Harry, you might get there. Harry, you might get there. If you hurry, you might get there. If you hurry, you might get there. اگه عجله کنی شاید برسی. مثلا اتوبوس رو از دست دادی، کلی اونورتره، دوستت میگه بودو شاید رسیدیم بهش. احتمالش خیلی ضعیفه چون اتوبوس راه افتاده، سرعتش هم زیاده، اما اگر بدویم یه کوچولو امکان داره که برسیم. تفاوت سومی که میخوام بگم راجع به اجازه گرفتن هست. یعنی اینکه ما وقتی که میخوایم توی یه جمله اجازه بگیریم که آیا اجازه دارم این کار رو بکنم، permission، میایم از می استفاده میکنیم، هرچند که خیلی جاهای کمی دیده شده که از مایت هم استفاده میکنن ولی عجیب غریبه، یعنی اونقدر کامن و معمول نیست که از مایت استفاده بشه. پس ما از می استفاده میکنیم. May I go to the bathroom؟ نمیگیم might I go to the bathroom. یکم به نظر من قدیمی میاد همچین جمله‌ای، ولی خیلی راحت میتونیم بگیم may I go to the bathroom؟ اجازه دارم برم دستشویی؟ may I go to the bathroom؟ خب پس 3 تا تفاوت برای می و مایت گفتیم که موقع صحبت کردن و موقع نوشتن میتونین استفاده کنین. اولیش تفاوت زمانشون هست. می در زمان حال استفاده میشه، مایت زمان گذشته. دومیش در مورد احتمالشون هست. می احتمالش بیشتر از مایته. و سومی در مورد اجازه گرفتن هست که ما از می استفاده میکنیم برای اینکه بخوایم اجازه بگیریم، نه از مایت. خیلی ممنونم که توی این قسمت هم همراه من بودین. یادتون نره که لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین. توی مسابقه قسمت قبل 100% شرکت کنین. دوست دارم ببینمتون و اینکه تا قسمت بعدی فعلا.